یک شاخ گل، برنامه شماره 35. این برنامه هدیه وزارت کار و اداره کل انتشارات و رادیو به کارگران بیمار است. کارگران عزیز، این بار صحبت از شاعری است که از شاعران هم عصر خود مانند قاآنی و وصال شیرازی برتری دارد، ولی به شهرتی که سزاوار اوست نرسیده و تا حدی میتوان گفت گمنام مانده است. این شاعر عالی قدر سروش اصفهانی است. سروش اصفهانی که شمس الشعرا یعنی خورشید شاعران لقب یافته. ز چهره خون چکدش چون بر او نگاه کنی، ز چهره خون چکدش چون بر او نگاه کنی، دگر از او طمع بوسه از چه راه کنی. مژه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مژه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مسلم است که روز مرا سیاه کنی. ز چهره خون چکدش چون بر او نگاه کنی، دگر از او طمع بوسه از چه راه کنی. مژه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مسلم است که روز مرا سیاه کنی.
لختی از موی او فرستادم، لختی از موی او فرستادم، دی به نزدیک خواجه عطار، که بدین رنگ و بوی آنچه تو را مشک باشد مرا بود در کار. رفت خادم فراز و باز آورد، رفت خادم فراز و باز آورد موی آن شمسه بتان بهار، که بدین رنگ و بوی در همه شهر مشک ناورده کاروان تتار.
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 35 که با همکاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای جواد معروفی در استودیوی گلها تنظیم یافته. تار از آقای لطفالله مجد، آهنگ شور محلی.